خب همونطوری که قولشو داده بودم تصمیم گرفتم که گرامرهایی رو که دوستان نیاز دارن برای آزمون پیتی در قالب ویدیوهای مختلفی توی کانال یوتیوبم بذارم و سعی میکنم که مباحث همه از همدیگه جدا باشه تا هر کسی که متناسب با نیاز خودش بره در واقع اون ویدیوها رو نگاه بکنه. اصلی ترین و پایه ترین بخش گرامر در آزمون PTE بخش تنس ها هستن، یعنی همون افعال. و اگر شما روی اونها تسلط داشته باشین، چون در ادامه اونها بخش ریداکشن ها هم به اونها وابسته هستن، میتونین حداقل به 50-60% سوال های گرامری پاسخ درست بدین. واسه همینم هستش که من تصمیم گرفتم از حالت خیلی پایه و بیسیکی شروع بکنم به آموزش در واقع گرامر از بخش تنس ها و در ویدیوهای بعدی در ادامه میریم سراغ گرامرهای بعدی. خب در زبان انگلیسی هم مثل زبان فارسی ما 3 زمان کلی داریم: زمان پرزنت، پست و آینده که همون فیوچر میشه. و ما اینجا میخوایم بیایم با ساده ترین و حالت اولیه پرزنت ها که در واقع میشه همون سیمپل پرزنت شروع بکنیم. سیمپل پرزنت یعنی چی؟ یعنی حال ساده. سیمپل پرزنت ها 2 کاربرد اصلی دارن. اولیش میشه چی؟ میشه برای بیان حقایق کلی. ببینید دوستان، حقایق کلی میتونه حالا یه چیز علمی باشه، میتونه یه چیز غیر علمی باشه، ولی یه فکته و یک چیز کلیه. قرار نیستش که در واقع مختص زمان خاصی باشه. یعنی اینجوری نیست که فقط برای سال مثلا 1990 تا 2000 باشه، یا فقط برای همین لحظه که من دارم با شما صحبت میکنم باشه، یا فقط برای یک در واقع اتفاقی باشه برای 2 سال دیگه، 3 سال دیگه. نه، برای در واقع یک حقیقت کلیه، یا یک در واقع حالا میتونه گفتم علمی باشه یا غیر علمی. اینجا رو ببینیم مثالاشو. میگه the earth goes around the sun. میخوام the earth goes around the sun. یعنی خورشید در واقع زمین دور خورشید میچرخه. خب این یه فکت کلیه، یعنی از سالیان قبل از اینکه حتی انسان ها به وجود بیان در واقع این فکت بوده، الان هم هست و در آینده هم خواهد بود. پس این یک حقیقت کلیه. the earth goes around the sun. یه بعدش رو نگاه کنید دوستان. The average person spends about 6 years after life dreaming, and scientists still debate why our brains create such vivid, often bizarre scenarios every night. میگه ببین هر انسانی به صورت متوسط میاد 6 سال از زندگی خودش رو صرف در واقع همون رویا دیدن میکنه و ساینتیست ها همچنان دارن بحث میکنن که چرا مغز ما داره کرییت میکنه، خلق میکنه در واقع چنین سناریوهای خیلی شفاف و واضح و البته عجیبی رو هر شب. پس اینم یه فکت، این که مغز ما داره هر شب یک سری در واقع سناریوهای خلق میکنه، یه فکت کلیه، یک حقیقت کلیه. پس میاد از سیمپل پرزنت استفاده میکنه. چیزی نیستش که فقط در انسانهای گذشته بوده باشه و الان دیگه نباشه، یا چیزی نیستش که فقط الان باشه و در آینده قرار نباشه که چنین چیزی باشه. نه، همیشه چنین چیزی بوده. پس یک فکته. یا اینجا نگاه کنید. Venus rotates in the opposite direction the most planets in our solar system, meaning the sun rises in the west and sets in the east. اینجا هم که rotates. دقت کنید اینم دوباره یه فکته. میگه آقا سیاره ونوس در یک جهت مخالفی میچرخه نسبت به پلنت ها توی سولار سیستم و به این معنا هست که خورشید یعنی از غرب طلوع میکنه و در شرق غروب میکنه. خب این یه فکته. یه اینجا نگاه کنین. The trains leave at 9 p.m. این اصلا حتی یک فکت علمی هم نیست، یک حقیقت علمی هم نیست. گفتم اینجا وقتی داشتم گفتم حقایق کلی، گفتم میتونه علمی باشه، میتونه غیر علمی باشه. مهمه که یک حقیقت، یه فکت. اینجا رو ببینید آقا قطار ساعت 9 اینجا رو ترک میکنه. این یک حقیقته، یه فکته. قرار نیستش که قبلا این کار میکردم. الان مثلا دوستم میاد پیش من میگه خب اوکی ما کی بعد به قطار برسیم؟ میگم ببین حواست باشه قطار ساعت 9 ترک میکنه. یک حقیقت دیگه، یک فکتیه. خب کاربرد بعدیش چیه؟ برای نشون دادن عادت یا تکرار یک عمل در زمان حال.
این کاربردش رو احتمالا شما کمتر توی آزمون ببینین، ولی من چون میخوام که این گرامرها کامل باشه، شاید دوستان در واقع بخوان بیشتر فراتر از در واقع این آزمون حتی یاد بگیرن، یا برای آزمون های دیگه من تصمیم گرفتم که یه مقداری کلی‌تر و با دیتیل بیشتری در واقع منظورم اینه که بیام بگم. خب اینجا ببینین I walk to school every day. من هر روز به مدرسه میرم. خب این یک عادت در واقع تکرار عمل، یک عادت در زمان حال دیگه. نمیگه من هر روز به مدرسه میرم. نه، من هر روز به مدرسه میرم. پیاده به مدرسه میرم. She always gets to work early. اون همیشه زود به سر کار میرسه. پس یک تکرار عمل در زمان حال. She goes to gym 3 times a week. اون 3 بار در هفته به جیم میره. خب داره یک در واقع تکرار عمل یا عادت رو نشون میده. We always have a purpose in reading the text and this will shape how we approach it. میگه ببین ما همیشه، وقتی میگه همیشه در واقع داره میاد چیکار میکنه؟ یک تکرار عمل رو میگه. Have a purpose. ما همیشه یک هدفی داریم در واقع توی اون ریدینگ خوندن و اونه که میاد شکل میده ما چجوری به این هدف برسیم. پس در واقع این داره یک چیز همیشگی یا یک عادت رو در زمان حالم میگه. نمیگه ما همیشه این هدف رو داشتیم. حتی اگر دقت بکنید، دوستان دقت بکنن، کاربردهای مختلف تو هر تنس رو در نهایت بخوایم ریشه بکنیم به یه چیز میرسه. وقتی میگه we always have a purpose، در واقع هم انگار داره میاد یک تکرار عمل رو در زمان حال نشون میده و یه جورایی هم انگار داره یه فکت رو میگه دیگه. یه فکت اینه، مثلا یک فکتی وجود داره که ما همه ماها یه هدفی داریم از خوندن متن. پس در هر صورت کاربردها رو هیچ وقت نمیتونیم به صورت کامل مجزا بکنیم و ریشه یابی کنیم ببینید کاربردها به یه نتیجه میرسن. پس اینجا we always have a purpose در واقع نشون دادن یک عادت یا تکرار عمل در زمان حاله که انگار یه جوری داره فکتی رو میگه دیگه. دقت بکنید که این جمله هم از RWFIB 623 انتخاب شده. این RWFIB در واقع همون دراپ داونه، من اسمش رو دیگه عوض نکردم. خب حالا دقت بکنید دوستان، ما میتونیم بیایم همین در واقع سیمپل پرزنت رو به صورت نگاتیو یا منفی هم بیاریم. دقت بکنین، من اینجا در واقع بیام بهتون بگم اگر ما قبل از اینکه سراغ نگاتیو بیایم، اگر I, you, we و they داشته باشیم، فعل من اس نمیگیره. I go to school, you go to school, we go to school, they go to school. اما اگر she, he و it باشه، فعل من اس میگیره. She goes to school, he goes to school. حالا it goes to حالا مثلا some place. پس یادمون باشه اگر I, you, we و they داشتیم دیگه در واقع اسم نمیگیره و اگر she, he و it داشتیم ورب من این ریشه فعل من به علاوه یک اس یا ای اس میشه. حالا وقتی میخوایم بریم سراغ منفی ها دقت کنین لطفاً. میگه برای I, you, we و they شما بیا برای منفی کردنش از don't یا همون do not استفاده کن و برای she و he و it که فعلشون هم اس یا ای اس میگیره ببی از does یا does not یا doesn't استفاده کنید. اینجا رو ببینید لطفا. They don't play football on weekends. اونها آخر هفته فوتبال بازی نمیکنن. از لحاظ کاربردی فرق نمیکنه. بازم یه فکتیو داره میگه اما این بار در قالب منفی داره میاد میگه. یا the human brain doesn't form long-term memories during deep sleep. مغز انسان در واقع human brain مثل ایت میشه دیگه، قبول دارین؟ در واقع یه چیزی مثل ایته. پس با doesn't میره. میگه مغز انسان یک خاطرات طولانی مدتی رو در هنگام خواب عمیق تولید نمیکنه. یا ببینید اینجا it doesn't rain in the Atacama desert، یعنی در واقع در اون حالا بیابان آتاکاما بارون نمیباره. یه فکته، یه حقیقته و چون با ایت اومده با doesn't اومده گفته. خب بریم سراغ پرکتیس هامون. من پرکتیس ها رو سعی میکنم از سوالات RWFIB یا RFIB از توی متن ها پیدا بکنم که یه مقداری کاربردی تر باشه و شما ببینید اصلا کاربرد این فعلی که ما داریم یاد میگیریم تو کجای این آزمون به درد ما میخوره. اولین تمرین در واقع از RWFIB شماره 3 هست. میگه psychologists have a technique for looking at intelligence that جای خالی not require the cooperation of animal involved. خب بریم اینجا با هم دیگه ببینیم. میگه سایکولوژیست ها یک تکنیکی دارن، یک روشی دارن برای بررسی. looking at یعنی بررسی هوش که میخواد بگه نیازی نداره، require میشه نیاز داشتن، نیازی نداره به کوآپریشن همکاری حیواناتی که درگیر هستن.
ما برای اینکه بخوایم بیایم این جای خالی رو تشخیص بدیم، اول بذاریم ببینم این شاید یک در واقع اینو بذارم. اول باید بیایم ببینیم این داره به چی برمیگرده. آیا داره به سایکولوژیست ها برمیگرده یا به تکنیک برمیگرده یا اصلا به انیمال داره برمیگرده؟ دقت کنید. میگه سایکولوژیست ها یه تکنیکی دارن. این فور لوکینگ ها تو فعلا اصلا بذارین کنار. میگه سایکولوژیست ها یه تکنیکی دارن که اون تکنیک نیازی نداره به همکاری حیوانات. پس چون در واقع داره به تکنیک برمیگرده، این داره به تکنیک برمیگرده، اون تکنیکی هست که نیاز نداره و بدون حضور حیوان هم میتونه بیاد در واقع بررسی بکنه هوشش رو. پس من باید بیام متناسب با تکنیک انتخاب کنم. خب اول از اینکه یه فکت رو داره میاد میگه، اصلا میگه have، یعنی تکنیک داره، نگفته had یعنی تکنیک داشتن. فقط در بسیار کلی میگه سایکولوژیست ها یه روشی دارن که اصلا نیازی به همکاری حیوان نداره. چون یه فکت کلیه، پس اولا دید که خط میخوره، چون دید گذشته جداست. کنم که اصلا معنی نمیده، اصلا that cannot require که نمیتونه نیاز داشته باشه، اصلا معنی نداره. ما اینجا داریم یک فکتی رو به اون خواننده میگیم نیازی نداره، بین دو داست. میام میگم خب تکنیک گفته مثل چیه؟ مثل ایته. خب مثل ایته، چون تکنیک مثل ایته طبق چیزی که یاد گرفتیم، پس گزینه درست من میشه داست. ممکنه بعضی از دوستان فکر کنن داره به سایکولوژیست برمیگرده و دو رو انتخاب کنن چون اس داره، اما باید دقت بکنیم که بر اساس جمله‌ای که ما داریم می‌کنیم چون داره به تکنیک برمیگرده و تکنیک مثل ایت رفتار میکنه، پس میشه that does not require. من یه نکته هم همینجا بیام بگم راجع به این animal involved که فکر میکنم بعضی از دوستانی که حالا گرامرها رو بلد باشن بدونن. این animal involved دوستانی که با در واقع ریداکشن ها آشنایی ندارن اصلا نگران نباشن، چون من تو وایس در واقع آموزش های دیگه هم کامل میگم. اما اینجا رو فقط ببینین. برای دوستانی که ریداکشن بلدن اینجا رو باید دقت بکنن. animal involved در واقع چی بوده animal مثلا which is involved یا animal that is involved. خب یعنی در واقع برای حیوانی که درگیر است، که در واقع اون which is یا حالا that is در واقع همون which یا that relative pronoun من خط خورده و ورب من فقط بسیار پیش اومده شده animal involved. خب بریم سوال بعدی. میگه 3 degrees جای خالی not sound like much. ببین sound به معنی صدا میشه، ما همه اینو میدونیم، اما وقتی که در حالت ورب به کار میره مثل اینجا به معنی به نظر رسیدنه. میگه 3 درجه به نظر نمیشه خیلی زیاد باشه، اما but it، اینجا رو ببینین it گفته. میگه it represents، میگه اما این نشون دهنده بالا رفتن دما هست، یک دمایی هست که compatible بود، یعنی سازگاره یا مطابقت داره با global heating، یعنی اون گرمای جهانی که that occurred اتفاق افتاد بین مثلا 1000 حالا 15000 سال قبل واسه همون آخرین عصر یخبندان. خب من میام اینجوری میگم ببین اولا که یه فکته، پس اصلا دید خط میخوره، چون داره میاد میگه ببین 3 درجه زیاد به نظر نمیرسه یا 3 درجه اصلا زیاده، یه فکته. نمیتواند به نظر برسه که اصلا نمیشه، پس یا دو میشه یا داست. شاید دوستان بگن خب ببین اینجا نوشته 3 degrees درسته، یعنی یه اس آورده، پس مثل جمع ما یاد گرفتیم I, they, we و you وقتی که داریم، یعنی همون they اصلا اینجا فعل من باید به صورت دو بیاد. اما دقت کنید لطفا، ما همیشه برای اینکه بخوایم بیایم یک جای خالی رو بخونیم باید انتخاب کنیم، باید ادامه جمله رو هم بخونیم. خودش داره میگه it represents، یعنی 3 degrees رو با it و represents نشون داده. دقت کنید، یعنی خودش داره میاد تو صورت سوال به ما این هینت رو میده. ببین 3 degrees درسته اس داره ها، ولی مفرده. ما در زبان فارسی هم چنین چیزی رو داریم، میگیم 3 درجه زیاد به نظر نمیرسند یا میگیم نمیرسد. مثلا میگم که 3 کیلوگرم خیلی سنگینه یا 3 کیلوگرم خیلی سنگینند، نه دیگه میگیم 3 کیلوگرم خیلی سنگینه، اینم همینه. حتی اگر شما این نکته رو نمیدونستین همیشه بیاین ادامه اون جای خالی رو بخونید چون کمکتون میکنه. وقتی گفته it represents یعنی 3 degrees رو به صورت مفرد اومده خطاب کرده و چون مفرد رو با it آورده پس گزینه درست میشه does. من یه چند تا مثال دیگه هم مثلا 3 degrees بزنم این وارد اندازه‌گیری. مثلا میاد میگه 10 kilograms is too heavy to carry.
یعنی 10 کیلوگرم خیلی سنگینه برای بلند کردن. یه مثال بعدی 2 hours is not enough for finish the exam. 2 hours is not enough یعنی کافی نیست. 5 miles is a long distance to walk. 5 miles is a long distance to walk یعنی 5 مایل خیلی زیاده برای پیاده روی. پس اینجا هم یاد گرفتیم. بریم سوال RWFIB 70. میگه دونه های درختایی از جمله میپل که یک دقت کنید دوستان توی RWFIB قرار نیستش که حالا مطمئنا در حد RO نیست که من بگم هیچی رو متوجه نشد که اشکال نداره، نه به نیاز نیست همه چی رو بدونید. میگه آقا the seeds of a tree میگه دونای درختی از جمله میپلی که ساختار سینگل بلید دارن. آیا مهمه الان بدونم؟ نه، برو پایین‌تر. بعد اگر دیدی واقعا گیر این سینگل بلید هستی برگرد، وگرنه ولش کن. بگو دونای درختایی از جمله میپل که در واقع یه استراکچر حالا یه چیزی دارن، یه استراکچر خاصی مثل سینگل بلید دارن that جای خالی them to fly far away and drift safely to the ground. خب این داره چی میگه؟ قبول دارین داره یه فکت میگه. ببین مثلا مثل اینه، میاد میگه که ببین مثلا گیاه گلگاف زبون خیلی برای آرامش خوبه. یه فکته، یه حقیقته، اصلا حتی غیر علمیه اصلا، اما یه فکته. این هم همینه، میگه ببین دونه های درختای از جمله میپل میاد به اونها کمک میکنه که بخوان خیلی دور پرواز بکنن و آروم بیان رو زمین. خب مگه فکت نیست؟ همون اول من میگم پس لام میشه. اما بیا با رد گزینه برو. شاید شما الان چون من تنسای دیگر یاد نداشتم سخت باشه، ولی به طور کل من همیشه به بچه‌ها میگم اگر خیلی حرفه‌ای هستی برو اصلا اون اول گزینه درست رو انتخاب کن، اما اگه نه با حذف گزینه برو. خب allowed اصلا میشه past perfect، یعنی اصلا اینجا معنی میگه دونای درختای از جمله میپل که استراکچر سینگل بلید دارن که اجازه داده بود بهشون پرواز کنن. یعنی چی؟ یعنی الان دیگه ساختار سینگل بلید ندارن، یعنی یهو اصلا دونه‌هاشون عوض شد؟ نه دیگه، پس این میره کنار. allowed هم همینطور، یعنی دیگه چنین چیزی نیست، نه دیگه، پس اینم میره کنار. اینم یعنی در آینده اجازه میده، یعنی الان بنده خداها این دونای درخت‌ها نمیتونن برن دور، ولی در آینده میتونن. نه این دیگه فکت میگه، پس میشه allowed، یعنی دونای درخت‌ها چون سینگل بلید استراکچر دارن بهشون اجازه میده. حالا میریم در ادامه. میگه these seeds، میگه این دونه ها که شناخته میشه به عنوان سامراس. دقت کنید، من بارها گفتم اینو قبلا. اگر دیدین یک جمله بین دو تا کاما اومد مثل اینجا، یا بین دو تا پرانتز یا خط تیره، اطلاعات اضافه است، بذارینش کنار، اگر نیاز بود دوباره برمیگردیم میخونیم. میگه پس این دونه ها نیازی ندارن به یک انجینی که بخواد یک کاری بکنه در میان هوا. به لطف تانکس تو، یعنی به لطف پروسه که نامیده میشه آتو روتیشن. خب حتی شما اگه اینجا اشتباه میزدین، مثلا الاود میزدین، حتی میومدین اینجا میدیدین فعلی که توی این 4 تا گزینه به کار برده در واقع همش سیمپل پرزنته. پس متوجه میشدین آها این در واقع داره یه فکتی رو میگه، یا اینجا حتی need know نگفته needed، پس یه فکت رو داره میاد میگه. پس من باید با توجه به اینا برگردم اینجا و اون سیمپل پرزنت رو انتخاب کنم. حالا میام اینجا، من گفتم همیشه وقتی میخواین جای خالی انتخاب کنین جمله رو کامل بخونید. اینجا گفته thanks to process called auto rotation. خب auto rotation یعنی چی؟ ببینید روتیت میشه چرخیدن. اصلا در رشته برق ما چیزایی داریم مثلا اسم روتور، چیزی که میچرخه. پس روتیت میشه چرخیدن. الان اصلا یه چیز دیگه اصلا بهتون بگم، این تو گوشی موبایل یا کامپیوتر وقتی شما یه عکس رو بچرخونید روتیت داره اون بالا، یعنی شما هر بار روتیت رو بزنی این عکس شما داره میچرخه 90 درجه. پس وقتی میاد میگه آتو روتیشن یعنی یه چیزی که به صورت اتوماتیک روتیت میشه، میچرخه. میگه اینا نیازی ندارن به یک موتور برای اینکه یه کاری بکنن در میان هوا، به لطف پروسه‌ای که آتو روتیشنه یعنی اتوماتیک میچرخه هست. پس گزینه درسته من میشه چی؟ اسپین. چرا اسپین میشه؟ میایم اینجا. فلاکچویت میشه نوسان کردن، خیلی کلمه مهمیه لطفا یاد بگیرید. دریفت میشه آروم حرکت کردن، اینجا مثلا گفت دریفت safely to the ground. فلای که اصلا میشه پرواز کردن هیچی. پس تنها گزینه درست متناسب با این چرخش حالا خودگردانی میشه اسپین. میگه اونا نیازی ندارن به یه موتور برای چرخیدن در میان هوا، به لطف پروسه آتو روتیشن، یعنی در واقع همون روتیت کردن اتوماتیک.
این شد از در واقع فیلم بخش اول ما که اومدیم به طور کامل فعل‌های سیمپل پرزنت رو توضیح دادیم و در فیلم‌های بعدی میریم در ادامه در واقع بقیه فیلم‌هایی که مرتبط باشه با پرزنت تنس رو میگیریم و بعد از اون میریم سراغ